در حالت جنابت هم، من کسی جنوب است بعد از همخوابگی با همسرش، حالا تا وقتی غسل چند ساعت وقت داره، میتونه الحمدلله گویا، میتونه ذکر خدا سبحان الله گویا، میتونه لا اله الا الله وحده لا شریک له گویا. برای آنکه پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه کان یذکر الله فی کل احیانه، پیغمبر خدا در همه حالت خدا را یاد میکرد، حتی در حالت جنابت هم، حتی در حالت بی‌طهارتی هم. زنها هم در حالت عذر زنانه میتوانند ذکر خدا را گویند. بنابر خداوند در قرآن عظیم الشان بندگانش ستایش میکنه، تعریف میکنه که اونها هر حالت خدا را یاد میکنند.